تو فنلاند به نظرت باید ماشین بخریم یا نه؟ همونطور که میدونید زمستونای فنلاند میتونه هوا سرد باشه، مثلا چیزی هولوش -20 تا -30 درجه میتونه بره و توی اون هوا رفتن به خرید و گشت و گذار کمی سخت میشه. مثلا برای اینکه بخوایم به شهرهای دیگه مسافرت کنیم و دور اطرافو ببینیم، بازم ماشین میتونه خیلی کمک کننده باشه. مشکل ماشین چیه؟ مشکلش اینه که مثل ایران سرمایه نیست، یعنی به مرور زمان هر چقدر سال و اون کیلومتری که ماشین داره طی میکنه بیشتر میشه، قیمت ماشین شدیداً افت پیدا میکنه. پس داشتن ماشین بحث ارزش مالی نیست، بحث راحتیه. حالا چجوری ماشین تهیه کنیم؟ پیشنهاد من این هست که وقتی وارد خاک فنلاند میشین، اول یک ماشین کم قیمت، چیزی هولوش 2-3000 4000 یورو تهیه بکنید که اینا ماشینای تویوتا هیوندای هستن که خرابیشون کمه، اگه هم خراب بشه یا مشکلی واسش پیش بیاد هزینه تعمیرش پایین هست. بعد از اینکه یه مدت باهاش رانندگی کردید و میدونید دیگه چجوری باید تو اروپا رانندگی کرد، مثلا از بانک اوپه میتونید برید یه وام 20000 یورویی بگیرید به مدت 6 سال و یک ماشینی که مثلا 25000 تا قیمتش هست و بخرید. حالا اگر میخواید بدونید چجوری میشه اپلای کرد واسه این واما و قسطش مثلا چقدر میشه و سودش چقدره، خب دیگه پیجمو باید فالو کنید دیگه.